در قطعش 95 نایستگی که داخلش چلینه اچلین توفان. این محلول قلبکی اسپیرت از یک داروخانه کلاب مصادره شده است. همچنین دروغی یا کهنه بودن زیاده از 100 نمود دارو افشا شد. با گفته کارمندان ریاست خدمات نظارت تندرستی، فروشنده ها جریمه و داروواری ناسالم برچیده شده اند. نسبت مدیران داروخانه های همین منطقه در منطقه کلاب و مدیرای انبارای بیمارخانه های همین شهر نویای کلاب 43 پرونده آغاز کرده شده است و نسبت آنها 88604 سومی مبلغ جریمه بندی گردیدند. با گفته معاون سردار ریاست خدمات نظارت تندرستی در منطقه کلاب، جمعاً 1 تن و 190 کیلو دارو و مهمات طبی مصادره شده است. تابلت‌ها است، مواد داروی نارکوتیکی است که از بیمارخانه‌ها مورد استفاده برایشان می‌گذارند پیشنهاد می‌کنند. او مواد دارویی که مثلا ما در وقت سنجش دسترس کرده از داروخانه‌ها طبق سند گرفتگیم، این دارویی قاچاق هستند یا که پاسیفات هستند یا که به سرتیفیکات مطابقت هستند. این محصولات اکنون نه شفابخش بلکه برای سلامتی ضررناک شمرده می شود. قرار است همه آن سوزانده شود. حالا در منطقه کلاب سر هر قدم چندین داروخانه است. مقامات میگویند تاجران اکثر داروها را از دوشنبه می آورند. هر نیم سال مقامات با این اصول محصولات خطرناک را نیست میکنند. مبلغ محصولات گرفته شده 70,000 سومانی را تشکیل می داده است. اما در این اداره دقیق نگفتند که داروهای پسیفت را کدام شرکت ها وارد بازار می کنند. گفتند سوداگران از کجا وارد کردن مال خود را پنهان می دارند. داروواری به تاجیکستان اساساً از روسیه، قزاقستان، هندوستان و قسماً کشورهای اروپایی وارد شده، کار شرکت‌های وارد کننده برای جامعه چندان شفاف نیست. همچنین بعضی از داروواری در خود کشور استحصال می شود، اما سهم آن خیلی کم است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.